افسانه ماری سفید. یکی بود و یکی نبود. یک زمان در یک کشور پادشاهی بود. او چون پادشاهی خیرتمند در تمام دنیا مشهور بود، مثل آنکه از آسمان به وی خبر می رسیده باشد. آن پادشاه تمام سیر و اسرار دنیا را می دانست. اما او عادتی عجیبی داشت. بعد خوراک نصف روزی، وقتی که همه پراکنده می شدند و دسترخوان را میغون داشتند، خدمتگاری با وفایش به پادشاه باز یک طعام می آورد. آن چی طعام است؟ هیچ کس، حتی آن خدمتگار هم نمی دانست. چون که شاه سرپوشی دیگچه را وقتی می کشد که هیچ کس در نزدش نباشد و بعد به خوردن سر می کرد. بعد از چندی حسی کنجکاوی خدمتگار زیاد گشت و دیگر طاقت کرده نتوانست و طعامی نامعلوم را به خانه چش برد. در را محکم بست و بعد سرپوش دیگچه را کشید و در آنجا ماری سفید را دید. هوسش آمد و کمی از آن بریده خورد. همین که لقمه را فرو برد، همانا در نزد تیریزه صدای عجیبی پرنده ها را شنید. نزدیکتر رفت و دید که گنجشکان بین خود صحبت می کنند. عجیب که آن جوان زبان گنجشکان را می فهمد. خوردن گوشت ماری سفید سبب شد که او زبان پرنده ها را فهمد. اتفاقا همان روز انگشترین طلایی ملکه گم شد و همه از خدمتگاری با وفای شاه گمانبر شدند. شاه خدمتگار را دعوت کرده سرزنش نمود و گفت که اگر تا پگاه گناهگار را نیابد، خودش را همچون دوست به محکمه می کشد. خدمتگاری وفادار با ترس و وهم و تشویش زیاد بر روی حولی برآمد و به فکر فرو رفت که چطور از بلای ناگهانی و تهمت ناحق خلاص شود. در لب جویبار چند مرغابی پر و بال خود را با منقار تازه نموده با هم صحبت می کردند. خدمتگار ایستاد و به صحبت آنها گوش انداخت. مرغابی ها با همدیگر به کجا رفتنشان، چی خوردنشان، در کجا شنا کردنشان گپ می زدند. یکی از آنها با تأسف می گفت: در شکم وزنی حس می کنم. من سراسیمه می رفتم و ناخست در زیر تیریزه ملکه انگشترین طلایی را دیدم و آن را فرو بردم. جوانی خدمتگار این گپ را شنید و مرغابی را برداشت و به آشپزخانه برده به آشپز گفت: همین مرغابی را بکش، بین چقدر فربه شده است. بله، گفت آشپز مرغابی را برداشته. خوب فربه شده است و وقتی بیریان کردنش رسیده است. آشپز مرغابی را کشت و از شکم آن انگشترین ملکه را یافت. همین طور خدمتگاری با وفا بیگناهی خود را اثبات کرد. شاه افسوس خورد و خواست که اشتباه خود را اصلاح کند. با این مقصد به خدمتگارش گفت که هرچی خواهد خواهش کند. اگر خواهد بلندترین منصب دربار را می دهد. خدمتگار این پیشنهاد شاه را رد کرد و التماس نمود که شاه به او اسب و پول دهد. می خواهم که سیر و سیاحت کنم و دنیا را بینم، گفت جوانی خدمتگار. شاه خواهش خدمتگارش را اجرا کرد و او به سیاحت برآمد. بار
جوان از نزد کوله می گذشت. 3 ماهی را دید که در کل به قمیشزار بند شده بودند و برآمده نمی توانستند. می گویند که ماهی ها گنگ هستند، ولی خدمتگار سخن آنها را شنید. ماهی ها شکایت می کردند که دیگر از این بند رها شده نمی توانند و بیهوده نابود می شوند. آن جوان دلی نرم و مهربان داشت، بنابراین از اسب فرآمد و ماهی ها را گرفت و به آب انداخت. ماهی ها از شادی و خرسندی می جهیدند و از آب سرشان را برآورده گفتند: تو ما را از مرگ خلاص کردی. ما این نیکی تو را هیچگاه فراموش نمی کنیم. هر وقتی که لازم شود به تو کمک می کنیم. جوان راهش را دوام داد و ناگهان در پیش پایش در رگزار صدایی را شنید. با دقت گوش کرد و آواز شاهی مرچگان را شنید که شکایت می کرد: ما علاج نموده از این آدمان و حیوانهای آنها خلاص می شدیم. انا اقلا از این اسب بی عقل که مرچگان مرا بیرحمانه زیر پا کرده است. این را شنیده جوان زود کناری راه برآمد. آن وقت شاه مرچگان گفت: ما نیکی تو را هیچگاه فراموش نمی کنیم. اگر لازم شود ما هم به تو نیکی می کنیم. جوانی خدمتگار باز راهش را ادامه داد و به بیشه رسید و 2 زاغ را دید. آنها در لانه خود ایستاده بودند و چوجه های خود را به پایان می پرتافتند و می گفتند: گم شوید تیاره خورها، تا کی ما شما را خورانیم. اکنون شما کلان شدید، خودتان حسابتان را یابید. زاغچه های بیچاره به زمین افتاده از جایشان برخاسته نتوانسته بال می زدند و می گفتند: حالا ما چوجه های میده‌یک هستیم، پریده نمی توانیم. شما که پدر و مادر ما هستید باید به ما خوراک دهید، وگرنه از گرسنگی می مریم. خدمتگاری شاه از اسبش فرآمد و با شمشیر اسبش را کشت و گوشتش را به زاغچه ها داد. چوجه ها سیر شدند و گفتند: ما نیکی تو را فراموش نمی کنیم. اگر مشکلی به سرت آید ما یاری می دهیم. اکنون خدمتگار شاه مجبور بود که پیاده سیاحت کند. او راه زیادی را طی کرده نهایت به پایتخت کشوری رسید. در کوچه های آن شهر مردمی زیاد جمع آمده شور و مغل می کردند. همین دم پیکاری اسب سوار آمد و اعلام کرد: شاه دختر مملکت ما برای خود شوهر انتخاب می کند. کسی که خواستگار باشد اول باید شرط مشکلی را اجرا کند. اگر نتواند حیاتش را از دست می دهد. جوانان بسیاری سعی کردند که شرط شاه دختر را اجرا کنند و شوهر او شوند، ولی ناکام از زندگی می رفتند. وقتی که خدمتگار شاه آن دختر را دید چنان مبتلای حسنی به همتایش گشت که جان خود را به کف گرفته به نزد شاه آمد و طلبگاری شاه دختر گردید. او را به ساحل بحر آوردند. شاه انگشترین را به بحر پرتافت و گفت: انگشترین را از قعر بحر یافته بیار. اگر نتوانی تو را به بحر می پرتایم. به حال این جوانی بیچاره رحمی آدمان آمد و همه پراکنده شده رفتند. وی در ساحل حیران می ایستاد و فکر می کرد که چی کار کند. ناگهان
دید که 3 ماهی به سویش شنا کرده می آیند. آنها همان ماهی های بودند که یک وقتها از مرگ نجاتشان داده بود. یکی از آن ماهی ها در دهانش انگشترین داشت و آن را آورده به پیش پای جوان گذاشت. او خرسند شد و انگشترین را به پادشاه آورده داد و امیدوار بود که شاه به قول خود وفا میکند. ولی شاه دختر چون فهمید که داماد شونده خدمتگار است، به او جوابی رد داد و طلب کرد که باز یک شرط را اجرا کند. شاه دختری مغرور به باغ رفت و در روی علف 10 خلطه جو را ریخت. تا سحر پیش از برآمدن آفتاب تو باید این جو را غونداری. گفت شاه دختر هوشیار باش که یگان دانش گم نشود. جوان در باغ نشسته فکر میکرد که چطور این شرط را اجرا کند، ولی هیچ علاج یافته نتوانست و غمگین بود که صبح فرا میرسد و او را به قتل میرسانند. وقتی که نورهای اولین آفتاب درخشیدند، جوانی خدمتگار دید که همه 10 خلطه پر از جو ایستادند و یگان دانه جو گم نشده است. شبانه شاه مورچگان با سیله خود آمده جو را چیده بودند. بعد از چند شاه دختر به باغ آمد و خلطه های پر را دیده حیران شد که جوان سپارش مشکل را اجرا کرده است، ولی غرور خود را پس نکرده گفت گرچنده که تو 2 شرط مرا اجرا کرده ای، لیکن آن وقت شوهر من می شوی که از درخت حیات برایم سیب بیاری. جوان نمی دانست که درخت حیات در کجا می روید، ولی او قرار داد که بر راه می براید و جستجو می کند. قلمروی 3 شاه را طی کرد و نهایت به جنگل رسید. به زیر درخت نشست و خواست که خواب کند. همین هنگام خیشراسی برگ درخت را شنید و به دستش سیبی طلا آمده افتاد. بعد 3 زاغ پریده آمده به زانوی جوان نشستند و گفتند ما همان 3 چوجه زاغ هستیم که تو از مرگ نجات داده بودی. اکنون ما کلان شدیم وقتی شنیدیم که تو سیبی طلایی می جویی. به مکانی دوردست که در آنجا درخت حیات می روید پریده رفتیم و برایت سیبی طلایی را آوردیم. جوان شاد و خرسند شد و سیبی طلایی را به شاه دختری نازنین آورده داد. شاه دختر دیگر بهانه‌جویی کرده نمی توانست. آنها با هم سیب را 2 قسم کرده خوردند. در دل شاه دختر محبت پیدا شد. جوانی خدمتگار و شاه دختر زن و شوهر شدند و تا آخر حیات خوشبختانه زندگی کردند. انا همین بود افسانه امروزه ما. اگر افسانه پسندتان شده باشد خواهشمندم که علامت بسیار خوب را پخش نمایید. نیکنام و سربلند باشید.